بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز اخیر ماه مبارک رمضان هست. رمضان به ما درس ها داد. رمضان دروسی داشت. درس های رمضان میدانی چی بود؟ به طور خلاصه و فشرده بیان میکنم. اگر روز یک درس از رمضان گرفته باشیم میشه 30 درس. من 30 درس به طور خلاصه و فشرده فهرستوار بیان میکنم تا شاگردان مکتب رمضان متوجه بشن. رمضان درس های زیادی داره که از آن جمله من 30 درس اشاره میکنم. درس تقوا، درس صبر و بردباری، درس توکل، درس قناعت، درس اراده قوی، درس کنترل نفس، درس جود و بخشندگی، درس واقف شدن از حال فقرا، درس مساعدت به مستمندان، درس شب زنده‌داری، درس سحرخیزی، درس دعا و نیایش، درس توبه و استغفار، درس عجز و عاجزی، درس تواضع و فروتنی، درس مبارزه با دشمن، درس فتح و پیروزی، درس توجه به آخرت، درس اظهار بندگی، درس به دست آوردن روزی حلال، درس صفای باطن، درس مراقبت به این که الله مراقب اعمال انسان هاست، درس غنیمت شمردن از فرصت ها، درس خلوت گزینی با الله تعالی، درس اهمیت مسجد، درس رجوع به قرآن، تلاوت قرآن، تدبر با قرآن، درس ارزش عمر، یک شب بهتر از 1000 ماه، درس معرفت با الله تعالی که چقدر مهربان هست، درس چگونگی رسیدن به الله تعالی، درس پایبندی به نمازها، خصوصا قیام اللیل و تهجد. برادر مسلمان، خواهر مسلمان، دروس رمضان زیاد هست که ما درس گرفتیم. این شمه و قطره‌ای بود که از دروس رمضانی برای تو مسلمان بیان کردم. الله تعالی ما را شاگرد خوب این مدرسه که همانا مدرسه رمضان هست، ما را شاگرد خوبی داشته باشه. ما را از این مدرسه الله کامیاب بگردانه. پروردگار عالم طاعات و عبادات همه من و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند و الله سبحانه و تعالی من و شما را این دروسی که از رمضان گرفتیم ما را کامیاب از این مدرسه بیرون بگردانه تا شاگرد ممتاز این مدرسه باشیم، تا شاگرد خوبی باشیم. وقتی شاگرد خوبی از این مدرسه بیرون شدیم در دنیا و آخرت کامیاب میشیم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.